به نام خدا، مهری دهقانی هستم. با دومین جلسه از آموزش اتوکد مقدماتی در خدمتتون هستم. امروز میخوام که یک سری دستورات و ترسیمات رو باهاتون کار کنم. اولین دستوری که توی نرم افزار اتوکد میخوام بهتون آموزش بدم دستور ترسیم با لاین هست. دستور لاین رو یا میتونید اینجا روی آیکونش کلیک کنید و دستور رو فعال کنید. حالا اونجایی که میخواید نقطه ابتداییتون هست کلیک کنید و در نهایت نقطه انتهایی رو یا میتونید کلیک کنید یا ابعاد و اندازتون رو وارد کنید، مثلا 234 و اینتر رو بزنید. زمان تو اولین ترسیمی که اتفاق میفته، ببین من الان 234 رو زدم، انتهای خط من از صفحه رفته بیرون و نمیتونم بیارم. اینکه دکمه اسکیپ رو میزنید دستور از حالت فعال خارج بشه. دستور Z اینتر اینتر رو میزنید، همون زوم اکستند هست. دستور زوم اکستند هست که شما اینجوری میتونید با زدن دکمه های Z و E کار کنید، فعالش کنید. ببینید وقتی Z رو میزنید، Z رو تایپ میکنید، ببینید خودش یک سری دستورات رو برای شما میاره. ببینید زوم فاکتور اینتر که میکنید، خب زوم الان فعال شده. حالا اینتر رو که میزنید، زوم اکستند رو چیکار میکنه برای شما؟ ببینید زد میشه زوم فعال میشه. حالا ببینید خود زوم که اینجا این پایین نوشته میشه، خودش یک سری آیکون ها رو داره. آل، زوم آل که وقتی شما زوم آل رو فعال کنید، تمامی آنچه که شما توی صفحتون ترسیم کرده باشید چیکار میکنه؟ به شما توی یک کوچیکش میکنه، حالا یا بزرگش میکنه و به شما نشون. زوم سنتر که مرکز رو به شما نشون میده. زوم داینامیک که میاد یک سری ابعاد اندازه ها رو به شما نشون میده. اکستند همینی که گفتم. زوم اکستند هم هر آنچه که توی صفحتون هست چیکار میکنید؟ به شما نشون میده. زوم اسکیل هم که وقتی شما یه چیزی رو انتخاب کردید اسکیل میکنه، برای شما بزرگش میکنه. ویندو، وقتی شما ویندو رو که میزنید یک آیکون میاد، یه پنجره‌ای میکشید و اون قسمت رو برای شما بزرگ میکنه. و زوم آبجکت هم یک آبجکتی رو که انتخاب کردید برای شما زوم میکنه. پس ما مثلا یا میتونید دوباره ای رو تایپ کنید، یعنی حروف اول اینها رو تایپ کنید، اینتر کنید فعال بشه، یا روی خودش کلیک میکنید و چی میشه؟ انتخاب میشه. ببینید زوم اکستند رو که زدم، یعنی ابتدا و انتهای خط من دقیقاً توی فضا قرار گرفت. حالا اگه 10 تا دیگه هم من ترسیم داشته باشم میاد و همه رو توی یک فضا قرارش میده. این که حالا همزمان با این دستور لاین ما دستور زوم رو هم به شما گفتیم و استفاده از دستور زوم که حالا توی جلسات آینده هم بیشتر در موردش با هم کار. نکته دیگه ای که در مورد این خط هست، ببینید توی من حالا این آیکون های پایینی رو هم به ترتیب به شما میگم. توی این نوار ابزار پایین ما 5 تا چیز داریم. ابتدا که این دکمه اولی که اون شطرنجی های صفحه رو برای ما حذف یا فعال میکنه. دومی هم میتونه فعال باشه میتونه نباشه، خیلی تأثیری فعلا توی کار ما نداره، خیلی دیده نمیشه، توی سه‌بعدی ها بیشتر دیده میشه. مهمترین چیزی که میخواستم بگم این دکمه اورسو هست. شما زمانی که اورسو رو فعال میکنید، همینطوری که از شکلش هم معلوم هست، 2 تا ما در محور مختصات به ما نشون داده. یعنی شما وقتی دستور لاین رو فعال میکنید، یا میتونید به صورت افقی در محور Y طراحی ترسیم کنید یا روی محور X. هیچ گزینه دیگه ای ندارید، یعنی 2 تا خط صاف به شما میده. یعنی شما اگه
خطوط صاف میخواید ترسیم کنید حتما دکمه اورسو رو فعال کنید. دکمه بعدیتون دکمه پولار هست. زمانی که پولار فعال هست یعنی همینجور که میبینید یک دایره کشیده و یک زاویه داخلش. اینجا شما میتونید چیکار کنید؟ این زاویه ها رو هم دستی تغییرش بدید. ببین میتونید اینجا الان هست باز هم همون حالت پولار رو به خودش گرفته. چرا؟ چون روی 90 180 270 360 هست. بعدیش 45 درجه 45 درجه تغییر میکنه. بعدی 30 درجه 30 درجه 23 درجه 45 درجه 68 درجه. اینجا چی میشه؟ 12 درجه 12 درجه با هم 22 درجه تغییر 23 درجه تغییر میکنه. اینجا 18 درجه است، اینجا 15 درجه است، اینجا 10 درجه 10 درجه و 5 درجه. بسته به اون چیزی که میخواید ترسیم کنید درجه رو شما چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. یه جایی هست شما همون 5 درجه 5 درجه نیاز دارید که تغییر بدید. ببینید شما خیلی راحت همین که دستتون رو تکون بدید وقتی خط سبز هست یعنی شما درجهتون درسته. ببینید 15 درجه 20 درجه 25 درجه 30 درجه. میبینید خیلی راحت میتونید ترسیماتتون رو حتی ببینید 1 درجه 2 درجه ببینید خیلی راحت میتونید ترسیماتتون رو تو درجه های مختلف ببینید خیلی راحت انجام بدید. حالا مثلا میخواید مثلث بکشید و چیکار کنید؟ ترسیماتتون رو انجام بدید. و نکته دیگه که پولار و اورسو نمیتونن با هم دیگه فعال باشن. این نکته رو هم در نظر داشته باشید. حالا اینها گزینه‌های دیگه هست که بعداً توی دستورات بعدی در مورد صحبت کنیم. خب این که شد ترسیم خط و ترسیم حالا خط با زاویه و خط. ببینید الان من میخوام این یکی اورسو رو فعال کنم. اینجا نگاه کنید به من اجازه نمیده جای دیگه ای ترسیم داشته باشم. اینجا دیدید به همین راحتی. خب حالا بعد دستور پلیلاین رو داریم. اینجا میتونید چیکار کنید؟ دستور رو حالا یا از اینجا انتخاب میکنید دستور رو یا چیکار میکنید یا پایین دستور رو تایپ میکنید. اینجا می نویسیم پلی. ببینید مثل همین که پلش رو نوشتم برام آورد پلیلاین. ببینید خودش هم تو گزینه اول پلیلاین رو فعال داره. پلیلاین چطوری هست؟ شما تا زمانی که دستتون رو بر ندارید همینجوری خطا رو پشت سر هم برای شما ترسیم میکنه. و نکته مهم این که اینجا اورسو فعال هست. الان میتونم ببینید همینجوری در جا پولا رو فعال کردم و الان میتونم خطوط زاویه دار هم بکشم به همین آسونی. و در نهایت اینتر رو میزنید دستور از حالت انتخاب خارج میشه. به همین سادگی میتونید خطوط متصل به هم رو ترسیم کنید. ممنون که با من همراه بودید. ادامه دستورات رو در جلسه آینده با هم ادامه